طبق پیشگویی مرکز باد و هواسنجی در ولایت سوخت از سنه 9 نوامبر تا سنه 14 نوامبر هوای ابرناکی کم بارش در نظر است. حرارت هوا در وادی ها شبانه از 4 تا 6 درجه و روزانه باشد از 12 تا 15 درجه گرمی در نظر است. در بعضی وادی ها و دامنه ها بارشات پیشگویی می شود. در این باره سرداری مرکزی باد و هواسنجی در ولایت عبدولی حمیدوف خبر می دهد. حرارت هوا در وادی ها از -24 تا 26 گرادوس گرم، روزانه باشد از 12 تا 15 گرادوس گرمی در نظر باشد. از روز 9 تا 10 نوامبر بارشات کوتاه مدت در نظر است. در وادی ها از 0.2 تا 0.4 میلی متر و در دامنه ها از 0.7 تا 0.3 میلی متر بارشات به عمل می آید. حرارت هوا شبانه از 6 تا 3 و روزانه از 10 تا 15 درجه گرم می شود. فقط روزهای 12، 13، 14 در بعضی منطقه ها باران، در دامنه ها در کوه برف، در دامنه ها و وادی ها باران، در دامنه ها برفی تر و مبدل گشتن برف به نظر می رسد. در کوه باشد برف می بارد. در کوه ها روزهای 9، 10 بارشات در نظر است. شبانه از 0 تا 6 و از 6 تا 4 درجه خنکی و روزانه از 7 تا 9 درجه گرمی پیشگویی می شود. مرکز باد و هواسنجی پیشگویی می کند که از سنه 9 تا 14 نوامبر هوا چنین باقی می ماند. تنها در منطقه های کوهی و وادی ها، دامنه کوه ها بارشات باران و برف در نظر است. روز 9 بعد نصف روزی هوا آفتابی شده تا شب 10 هوا بی ابر باقی می ماند. از سنه 11 تا سنه 12 نوامبر هوا ابرناک شده. شب 12 در بعضی دامنه ها و وادی ها بارشاتی کم پیشگویی می شود. احتمال باران و برفی تر مبدل گردد. از روز 11 سر کرده تا روز 12 هوا ابرناک. روز 12 شبانه مقدار بارشات 1 میلی متر را تشکیل داده. در همین حالت از 0.8 تا 5 میلی متر در دامنه ها بارشات باران تشکیل میده. این معلومات آب و هوا برای هفته روان است که متخصصان آن را پیشگویی میکنند. گذشته از این آگاهی برای آدمان است که به فصل سرما مطابق شده برای زمستانی در پیش ایستاده آماده باشند. گزارش سومن حمیدوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.